احترام زبان رو به جا آورده یک شعر ایجاد نمودم. ساکنی نوحیه فیض‌آباد شروف اکابر سالها باز با کشاورزی مشغول میباشد. در میدانی نزدیک به 1 هکتار باغ درختان گوناگون میوه‌دهنده بنیاد نموده. در میان درختان انواع زیاد محصولات کشاورزی از قبیل کартошка، سبزی، جواری مکه، کدو، لوبیا گیاه و دیگر نمود محصولات کشاورزی را کشت نموده است. سال 2014 پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت امام علی رحمان به ناحیه فیض‌آباد سفر کرد. در آنجا بنده یک با اون کسان واخری کردیم. در واخریش با امر او به ما قطعه زمین هم دادن. اون زمین رو بیهوده نگذرانده ما با عزم خود باغ بنیاد کردیم. گرچنده که تابستان ما کوتاه هم باشد، درختها علاقه پیشروش به حاصل در آمده ایستادند. امید داریم که در آینده به نهایت برای ما باغی مفیدآور باشد که هم حیات زندگی هم حیات عائله‌مان را درست کنیم. هرچند سن این دهقان اصیل به 75 رسیده است، ولی پیوسته برای غنی گرداندن بودجه عائله کوشش نموده به دهقانی مشغول است. با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2014 به شرف اکابر زمین برای کشت زراعت گوناگون و بنیاد باغ جدا کرده شد. سال 2016 شرف اکابر در این زمین باغ بنیاد نمود. اکنون درختان سیب و اولو و نوک در سال چهارم به حاصل در آمدند که دهقان نقشه دارد بعد پورا به حاصل در آمدن قسم از این محصولات را به بازار برآورده در غنی گرداندن بازار استعمالی کشور سهم گذارد. در آینده نقشه داریم که برای زندگی خودمون این بسنده باشد، زیادتیش را به بازار برآورده باز هم برای ساختمانی خانه، برای فرزندا را به مکتب رفتن، مثال سرلباس، تمام امکانیتشون فراهم آوریم و به نفع دولت خدمت کنیم. این سال کشاورزان ناحیه فیض‌آباد از اجرای نقشه‌های دورنمای تصدیق حکومت جمهوری تاجیکستان سربلندانه برآمدند. در میدان 6404 هکتار کشاورزان ناحیه این سال کشتی زراعت‌ها گذرانیدند. از جمله در میدان 1220 هکتار کشتی کартошка، در میدان 2500 هکتار کشتی غله‌دانگی‌ها و در میدان 800 هکتار زراعت‌های تکنیکی و دیگر زراعت‌ها با پورگی نقشه‌ها اجرا گردید. کشاورزی یکی از بخش‌های مهم زندگی اکثر مردم کشورمان را تشکیل می‌دهد. همین است که در برابر شرف اکابر هزاران نفر دیگر در این گوشه وطن با استفاده ثمرناک هر وجب زمین نزد حولگی طلبات خانوادگی خود را تامین نموده همزمان در فراوانی بازار استعمالی سهم می‌گذارند. شرف اکابر از زمره چنین دهقانان میباشد که در زمین نزد حولگی خویش کشت زراعت کرم، سبزی، پیاز و کартошка و دیگر نمود محصولات را به راه مانده است که برای غنی گرداندن بودجه عائله مساعدت می‌نماید. در برابر دهقانی شرف اکابر در وقت‌های فارغ از دهقانی به ایجادیات شعر و ترانه، رباعی و غزل مشغول است. آبادی وطن دیده، استقلال دیده، خلق خرسندیش دیده، من در سن پیری به همین شعرنویسی آغاز نمودم که قریب 500-600 شعر غزل نوشتم، همش در وصف وطن. از سن چند سالگی؟ از سن 65 سالگی سر کردم، در پیری سر کردم. نه که شکرانه میکنم که اینقدر با در وصف وطن و دولت و ملت نوشتم. در هر ساحه من شعر دارم، برای نصیحت فرزند، برای پدر، برای مادر، برای نوروز، برای تاجیکستان، برای وطنداری. لازم با تاکید است که چنین تدبیر باید از جانب تمام ساکنان در اختیارشون زمین‌های نزد حولگی موجود بوده ثمرناک استفاده گردد، زیرا در برابر تامین احتیاجات خود با محصولات کشاورزی در فراوانی بازارهای استعمالی سازگار خواهد بود. فاروق کرامت‌الله، بهزاد شاده، فیض‌آباد، جهان‌نما.